دادگاه ناحیه مسچاه یوسف رجبزاده جوانی را که پسر عمه‌اش را با 5 شاخ زخمی کرده بود 5 سال از آزادی محروم کرد. ولی بر اساس قانون عفو از 3/1 حصه جزای او کم کرده خواهد شد. اما نزدیکان جبردیده از این حکم ناراضی اند. مفتش دلر به ما نشان داد و پره کرده به سود اعتقاد کرد که سود نپره کرد به نظر نه سود باید دل پره نبود. اکنون چی نیت داره؟ ما نیت داریم که بالا به کساسیون جهل بالا به شکایت کنیم، شکایت خودمونه. ما که این خاتمه نمی‌یابد بیکار. فرهمند جمعیان جوان جبردیده بنابر تشخیص طبیبان از قفس سینه و شش ضرر دیده بارها جراحی شده است. پدر فرهمند میگوید برای طبابت پسرش بیش از 20,000 سامانی خرج کرده است ولی هنوز معالجه دوام دارد. 13,000 جبران در اوله کرد اما نهایی که خوابد و دیگر موندگی شود جبران هیچ نکرد. من در سود پرسید سود من گفتم جرمی رجبزاده از روی ماده قصداً رسانیدن ضرر وزین به سلامتی بررسی گردیده است که از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی کرده است. خود او آن وقت راضی نشده بود درباره حادثه با ما صحبت کند. نزدیکان جبردیده حادثه را به بحث زمین ربط می‌دهند. ششخشو تبار 3 سال است که با دخالت مقامات محلی نیز نمی‌توانند در تقسیم زمین به مراسا رسند. ولی پدر یوسف رجبزاده محمد رازق سنگینوف و رهبر خواجگی دهقانی مهر میگوید حادثه به بحث زمینی که حالا مال اوست ربط ندارد. سبب بحث نکن همون سیم برق تو سیم تو از زمین گیری گوی من پیچیدی گوی من خب کشتنش ممکن یا ما هم به ضرر رساندنش ممکن بیا بچه همین سیم برق از زمین بردار وای تو خیلی باید دشنو میتید خب بین هرچون زنازنی میشه. اما استا عزیز جمعیف پدر جبردیده ادعا دارد زمینی که آنجا پسرش را زخمی کردند از آنهاست. بحث سری 5 هکتار و 10 صد زمین می رود که حالا در اختیار محمد رازق سنگینوف و همسرش حنیفه سنگینوف است. خواجگی دهقانی سنگین سفر در جماعت شهرک بوستان این ناحیه ماه اوگوست سال 2018 به خواجگی دهقانی مهر تبدیل نام کرد. ناراضگی چند عضو این عائله زمان سر زد که مقامات هنگام باز تقسیم زمین 4 نفری آنها را به سهم گذاشت. رادیو آزادی اولی ماه ایون در این باره گزارش داده بود و ضمناً بحث سر این زمین همانا ادامه دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسچاه.